سلام، اینجا پادکست کتابخانه نیمه شب و من مریم هستم. براتون کتاب میخونم و داریم کتابخانه نیمه شب رو میخونیم. اپیزود 13. سورو در کتاب والدن نوشته اگر کسی با اطمینان در جهت رویاهای خودش پیش بره و تلاش کنه تا زندگی رو که در تصوراتش آورده تجربه کنه، در طول زندگی با موفقیتی غیر منتظره روبرو خواهد شد. همچنین به این نتیجه رسیده بود که بخشی از این موفقیت حاصل تنهاییه. من هرگز همدمی رو پیدا نکردم که به اندازه تنهایی با انسان همراه باشه. نورا هم در اون لحظه احساس مشترکی با او داشت، اگرچه فقط 1 ساعت در این نقطه تنها مونده بود، اما قبلا هرگز این اندازه از تنهایی رو در میان چنین طبیعت خالی از سکنه تجربه نکرده بود. او در شب‌هایی که دچار افسردگی میشد و تمایل به خودکشی بر وجودش مستولی میشد، فکر میکرد که مشکلش همون تنهاییه، اما دلیلش در واقع این بود که تنهاییش تنهایی حقیقی نبود. ذهن انسانی دور افتاده از دیگران در شهری شلوغ مشتاق به برقراری ارتباطه، چون فکر میکنه ارتباطات انسانی همون هدف نهاییه. اما در میان طبیعت محض، یا به قول سورو داروی حیات بخش طبیعت، تنهایی ویژگی دیگه‌ای پیدا میکنه. خودش به نوعی پیوند و ارتباط تبدیل میشه، ارتباطی بین انسان و دنیا، بین انسان و خودش. نورا یاد یکی از گفتگوهاش با اش افتاد، فردی قد بلند با مزه و کمی معذب که همیشه به یک کتاب موسیقی جدید برای گیتارش نیاز داشت. گفتگوشون در مغازه نبود، در بیمارستان، و در همون زمانی بود که مادرش بیمار بود. مدت کوتاهی بعد از آشکار شدن سرطان رحم، او نیاز به جراحی پیدا کرد. نورا مادرش رو پیش تمام مشاوران و متخصصان بیمارستان عمومی بتفورد برده بود. او توی همون چند هفته بیشتر از تمام عمرش دست مادرش رو در دست گرفته بود. نورا در طول عمل جراحی مادرش در غذاخوری بیمارستان منتظر بود. اش هم که لباس سفید پزشکی به تن داشت و با نورا طی مکالمات متعددی که در مغازه نظریه ریسمان با هم داشتن آشنا شده بود، متوجه نگرانی نورا شد و اومد پیش نورا و بهش سلام کرد. او در بیمارستان به عنوان جراح عمومی کار میکرد و نورا سوالات زیادی در مورد عملهایی که انجام داده بود از او پرسید. در اون روز خاص او یک عمل آپاندیس و یک عمل مجرای صفراوی داشت. نورا همینطور درباره زمان عمل جراحی و درباره طول مدت معمول بهبودی بعد از عمل از او سوال کرد و پاسخ اش بسیار اطمینان بخش بود. اونها مدتی طولانی در مورد مسائل مختلف با هم صحبت کردند، چون اش احساس کرده بود نورا به این هم صحبتی نیاز داره. صحبتی مختصر هم در مورد پرهیز از جستجوی بیش از حد علائم بیماری در گوگل با نورا داشت و همین باب گفتگو در مورد رسانه‌های اجتماعی رو باز کرد. اش معتقد بود که هرچه مردم بیشتر در رسانه‌های اجتماعی با هم ارتباط برقرار کنند، جامعه تنهاتر میشه و گفت به همین دلیله که امروزه همه از همدیگه متنفرن، چون اونها توسط دوستانی که دوست نیستند احاطه شدند. آیا تا به حال در مورد عدد دانبار چیزی شنیده ای؟ و سپس درباره مردی به نام راجر دانبار در دانشگاه آکسفورد براش گفت که کشف کرده بود انسان‌ها فطرتاً طوری برنامه ریزی شدن که فقط 150 نفر رو بشناسن، چون در دوران گذشته جوامع شکارچی یا گردآورنده به طور معمول 150 نفر عضو داشتند. اش در حالی که زیر نور ضعیف غذاخوری بیمارستان منتظر بودند، به نورا گفته بود به عنوان مثال در کتاب روز رستاخیز اگر مطالعه کنی متوجه میشی جمعیت میانگین و معمول یک جامعه انگلیسی در اون دوران 150 نفر بوده، جز در کنت که 100 نفر بوده. من هم اهل کنت هستم. ما نوعی دی ان ای داریم که باعث شده ضد اجتماعی باشیم. نورا در پاسخ گفته بود من قبلا به کنت رفتم، اتفاقا متوجه این موضوع شدم، اما از نظریت خوشم میاد. این تعداد آدم رو میشه در عرض 1 ساعت در اینستاگرام پیدا کرد.
اش گفت دقیقاً و این شکل زندگی اصلاً سالم نیست. مغز ما نمیتونه چنین وضعیتی رو تحمل کنه. به همین دلیله که ما بیش از هر زمان دیگری به ارتباط چهره به چهره با آدم‌ها تمایل داریم. دقیقاً به همین دلیله که من هرگز کتاب‌های موسیقی آکورد آهنگ‌های سایمون و گرفونکل رو آنلاین نمیخرم. این خاطره لبخندی بر لب نورا نشوند، اما بعد صدای بلند پاشیده شدن آب او را از عالم خیال به مناظر قطبی اطرافش بازگرداند. چند متر دورتر از او بین جزیره خرس و اسکله سنگی که روی اون ایستاده بود، یک یا چند صخره کوچیک دیگه از آب بیرون زده بودند. چیزی از میان کفهای سطح آب بیرون می اومد، چیزی سنگین، خیس و بزرگ که با سر و صدای زیادی روی صخره حرکت میکرد. تمام بدنش میلرزید و آماده شلیک منور شد، اما بعد فهمید اون موجود خرس قطبی نیست، یک شیر دریایی بود. هیولای چاق و قهوه‌ای و چروکیده روی یخ چرخید. بعد ایستاد و به نورا خیره شد. حتی برای شیر دریایی هم زیادی پیر به نظر می رسید. شیر دریایی بدون اینکه احساس شرم کنه میتونست تا ابد به نورا خیره بمونه، اما نورا میترسید. او فقط دو چیز رو در مورد شیرهای دریایی میدونست. اول اینکه اونها میتونن موجودات شروری باشن و دوم اینکه هرگز برای مدت طولانی تنها نمیمونند. احتمالاً شیرهای دریایی دیگه‌ای هم در حال بیرون آمدن از آب بودن. نورا به این فکر میکرد که باید منور رو شلیک کنه یا نه. شیر دریایی همونجا که بود موند، مثل بازتابی شبح مانند از خودش، اما آرام آرام پشت پرده ای از مه ناپدید شد. دقایقی گذشت. نورا 7 لایه لباس به تن داشت، اما احساس میکرد که پلک‌هاش سفت شدن و اگر اونها رو برای مدت طولانی ببنده یخ میزنند. او گهگاه صدای بقیه را از دور دست‌ها میشنید که به سمتش میاد. حتی برای مدتی همکارانش اونقدر به اون نزدیک شدن که نورا تونست چند نفر از اونها رو ببینه. مثل اشباحی در میان مه روی زمین خمیده بودند و با تجهیزاتی که او نمیشناخت نمونه های یخ رو بررسی میکردن، اما بعد دوباره ناپدید شدن. نورا یکی از شکلات‌های پروتئینی داخل کوله پشتیش رو خورد. سرد و مثل تافی سفت بود. تلفنش رو چک کرد اما سیگنالی نبود. خیلی ساکت بود. سکوت باعث شد متوجه بشه که در هر جای دیگری در دنیا چقدر سر و صدا وجود داره. اینجا صداها معنا دارن. اگر صدایی بشنوی باید بهش توجه کنی. همانطور که او شکلاتش رو می‌جوید، بار دیگر صدای پاشیدن آب بلند شد، اما این بار از جهتی دیگه، ترکیبی از مه و نور ضعیف محیط. دیدن عامل صدا رو سخت می‌کرد، اما این بار شیر دریایی نبود. نورا زمانی که از بزرگی شبح مقابلش آگاه شد به این حقیقت پی برد که بزرگتر از یک شیر دریایی و بسیار بزرگتر از هر انسانی. لحظه‌ای از بحران شدید در میانه ناکجا آباد. نورا در دل سرما زمزمه کرد: آه لعنتی. مه پاک شد و خرس سفید بزرگی که صاف ایستاده بود نمایان شد. روی 4 پا فرود اومد و با سرعتی شگفت‌انگیز و قدم‌های سنگین و باوقار و وحشتناک به سمت او حرکت کرد. نورا هیچ کاری نکرد. ذهنش از وحشت قفل کرده بود. اون مثل خاک منجمدی که روی اون ایستاده بود ساکن بود. کاملا بی حرکت شده بود. لعنتی 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 لعنتی. سرانجام انگیزه بقا در وجودش به کار افتاد و تپانچه منور رو بالا برد و شلیک کرد. منور مثل یک ستاره دنباله‌دار کوچیک شلیک شد و بعد در آب فرو رفت و ناپدید شد. مثل امید نورا سریع خاموش و محو شد. خرس هنوز داشت به سمتش می اومد. نورا به زانو افتاد و ملاقه رو به قابلمه کوبید و با نهایت قدرت فریاد زد: خرس خرس خرس. خرس لحظه ای ایستاد. نورا دوباره گفت: خرس خرس خرس. حالا دوباره به جلو میرفت. کوبیدن ملاقه در قابلمه فایده ای نداشت. خرس نزدیک شده بود. نورا به این فکر کرد که اصلا میتونه به تفنگ برسه یا نه. تفنگ کمی دورتر روی زمین افتاده بود. او میتونست پاهای پنجه‌دار خرس رو ببینه که به چنگال‌ها مسلح شده بود و به صخره‌های پوشیده از برف فشرده میشد و پیش میومد.
سرش رو پایین انداخته بود و با چشمان سیاهش مستقیم به نورا خیره شده بود. نورا جیغ کشید: کتابخانه، خانم علم، خواهش میکنم منو برگردونید. این زندگی اشتباهه. این واقعا اشتباهه. منو برگردونید. من ماجراجویی نمیخوام. کتابخونه کجاست؟ من کتابخونه رو میخوام. هیچ نفرتی در نگاه خیره خرس قطبی وجود نداشت. نورا براش فقط غذا بود و گوشت و این ترسی وحشتناک بر جان نورا مینداخت. قلبش مثل طبل نوازی که به نقطه اوج آهنگ رسیده باشه تون میتپید. به پایان آهنگ رسیده بود و سرانجام در اون لحظه به طرز شگفت آوری برای او حقیقتی روشن شد. نورا نمیخواست بمیره و مشکل همین بود. در لحظه مواجهه با مرگ زندگی خیلی جذاب به نظر می رسید و اگر که زندگیش جذابتر به نظر می رسید چطور میتونست به کتابخونه نیمه شب برگرده؟ او باید از زندگی ناامید میشد تا بتونه برگرده و کتاب دیگه ای رو امتحان کنه، نه اینکه فقط از زندگی بترسه. مرگ وجود داشت، مرگی خشن و غافلگیر کننده به شکل خرس با چشمان سیاهش به او خیره شده بود. در همون لحظه بود که نورا بهتر از هر زمان دیگه‌ای میدونست که آماده مرگ نیست. این دانشش از خود ترس بزرگتر شد. در حالی که مقابل یک خرس قطبی ایستاده بود و با آتشی سیری ناپذیر برای زنده موندن ملاقه رو به قابلمه میکوبید، این حقیقت آرام آرام در ذهنش رشد کرد و جای ترس رو پر کرد و حالا تندتر و محکمتر ملاقه رو در قابلمه میکوبید. من نمیترسم. خرس هم مثل شیر دریایی ایستاد و به او خیره شد. نورا نگاهی به تفنگ انداخت. بله، خیلی دور بود. زمانی که بتونه خودش رو به تفنگ برسونه و نحوه شلیک اون رو پیدا کنه دیگه خیلی دیر شده بود. او شک داشت که اصلا بتونه یک خرس قطبی رو بکشه. بنابراین به کوبیدن ملاقه ادامه داد. نورا چشمانش رو بست و همونطور که سر و صدا می‌کرد در آرزوی کتابخانه بود. وقتی چشماشو باز کرد خرس رو دید که با سر به داخل آب برمیگرده. او حتی بعد از ناپدید شدن خرس به کوبیدن ملاقه به قابلمه ادامه داد. حدود 1 دقیقه بعد او شنید که از میان مه نام او رو صدا میزنند. او در شوک بود، اما این شوک کمی متفاوت از اون شوکی بود که بقیه افراد روی قایق تصور میکردند. این شوک به خاطر نزدیک شدن به مرگ نبود. او از درک اینکه میخواد زنده بمونه شوکه شده بود. اونها از جزیره کوچیک گذشتن که نسبتاً طبیعت سرسبزی داشت. گل سنگ‌های سبز روی صخره‌ها پخش شده بودند. پرندگان و پوفین‌های کوچک دسته دسته دور هم جمع شده بودند در برابر بادهای قطبی مقاومت می‌کردند. با وجود مشقت بار بودن شرایط زندگی جریان داشت. نورا جرعه‌ای از قهوه‌ای رو که هوگو از داخل فلاسکش به او داده بود نوشید. حتی با وجود اینکه از زیر 3 جفت دستکش لیوان رو نگه داشته بود هنوز هم دستهاش یخ بودند. بخشی از طبیعت بودن یعنی بخشی از میل به زندگی بودن. وقتی برای مدت طولانی در یک مکان میمانید فراموش میکنید که دنیا چقدر بزرگه. شما هیچ درکی از طول و عرض جغرافیایی ندارید، درست همونطور که قادر به درک درستی از وسعت روح و درون هر انسان نخواهید داشت. اما وقتی اون وسعت رو حس کنی، وقتی چیزی اون رو برات آشکار کنه، خواه ناخواه امید پدیدار میشه و به همون سرسختی که گل سنگ به صخره میچسبه به تو میچسبه و از تو جدا نمیشه. دمای هوای سطح زمین در سوالبارد با سرعتی 2 برابر نرخ جهانی در حال گرم شدن بود. تغییرات آب و هوایی در سوالبارد تقریباً سریعتر از هر جای زمین اتفاق میفته. زنی که کلاه پشمی بنفش خودش رو تا روی ابروش پایین کشیده بود در مورد زمانی حرف میزد که چرخش یکی از کوههای یخ رو در آب مشاهده کرده بود. ظاهراً آبهایی که گرم شده بودن یخها رو از زیر ذوب کرده و باعث نامتعادل شدن اونها شدن که نتیجهش همین چرخشیه که اون زن دیده بود. مشکل دیگه این بود که
خاک یخزده دائمی سطح زمین در حال ذوب و نرم شدن بود و منجر به رانش زمین و ریزش بهمن میشد که میتونست خانه‌های چوبی لانگیربین، بزرگترین شهر سوالبارد رو نابود کنه. همینطور خطر بیرون آمدن اجساد از زیر خاک گورستان محلی هم وجود داشت. حضور در میان این دانشمندان حس خوبی داشت و الهام بخش بود. دانشمندانی که تلاش میکردند اون چرا که دقیقاً در این سیاره اتفاق میفته رو کشف کنند و یا بررسی رویدادهای اقلیمی و فعالیت‌های یخچالی از محیط زیست محافظت و مردم را آگاه کنند. نورا آرام و ساکت در سالن غذاخوری کشتی تحقیقاتی نشسته بود و همکارانش برای مقابلش با خرس با او ابراز همدردی میکردند. او احساس میکرد نمیتونه به اونها بگه که برای این تجربه سپاسگزاره، بنابراین مؤدبانه لبخند میزد و تمام تلاشش رو میکرد تا از گفتگو با دیگران اجتناب کنه. این زندگی بسیار خشن بود و امیدی به سازشش نبود. دمای هوا در اون لحظه -17 درجه بود و نورا از خورده شدن توسط یک خرس قطبی به تازگی نجات یافته بود و با این حال تصور میکرد شاید مشکل زندگی اصلیش تا حدی سادگی و بیمزه بودنش بوده. تا پیش از این همواره به این فکر میکرد که میانه روی و ناامیدی در سرنوشت او بوده. در واقع نورا همیشه این حس رو داشت که از نسل کسانی هست که در تمام عمرشون حسرت خوردن و امیدهاشون خرد شده و بعد از اون همین شکست ها در زندگی نسل های بعدی تکرار شده. به عنوان مثال پدر بزرگ مادریش که لورنزو کنته نام داشت در سال 1960 شهرش پولیا رو ترک کرده بود، همان پاشنه زیبای کفش ایتالیا، تا به شهر مدرن لندن نقل مکان کنه. لورنزو هم مثل سایر مردان ساکن شهر متروک بریندیزی جانش رو با سفر دریایی آدریاتیک به خطر انداخت تا به بریتانیا مهاجرت کنه و شغلی در شرکت آجرسازی لندن به دست بیاره. لورنزو با ساده‌لوحی خودش تصور میکرد که زندگی شگفت‌انگیزی خواهد ساخت. او خیال میکرد تمام روز آجر درست میکنه و بعد شبها با خوانندگان گروه بیت دور هم جمع میشن و دست در دست ژان شاریمپتون یا ماریان فیسفول در خیابان کارنایی قدم میزنند. تنها مشکل این بود که شرکت آجر لندن با وجود اینکه نام لندن به خود داشت در لندن نبود. در واقع 60 مایلی شمال لندن در شهر بدفورد مستقر بود که با وجود همه جذابیت‌های خودش اونطور که لورنزو میخواست مدرن نبود. اما او از رویاهاش چشم‌پوشی کرد و در همونجا ساکن شد. شغلش مقام و پرستیژ خاصی نداشت اما حداقل درآمدی داشت. لورنزو با یک زن انگلیسی به نام پاتریشیا براون ازدواج کرد که او هم به ناامیدی‌های زندگی عادت کرده بود، چرا که رؤیای بازیگر بودن رو با تئاتر روزانه و روزمرگی یک زن خانه‌دار روستایی عوض کرده بود و مهارت‌های آشپزیش هم همیشه زیر سایه دستپخت مادر شوهر پوگلیایی مرحومش و اسپاگتی افسانه‌ای او بود که از نظر لورنزو هرگز نمیشد از او پیشی گرفت. اونها در عرض 1 سال بعد از ازدواج صاحب یک دختر شدند که همون مادر نورا بود و او رو دونا نامیدند. دونا در حالی بزرگ شد که پدر و مادرش تقریبا دائما دعوا می‌کردند و در نتیجه معتقد بود ازدواج نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه به طور قطع فلاکت و بدبختی است. دونا در یک شرکت حقوقی منشی شد و سپس در شورای شهر بدفورد مسئولیت کارشناسی ارتباطات رو به دست گرفت. اما بعد از اون بر حسب اتفاقی که هرگز در مورد اون صحبتی نشد، حداقل با نورا، اون نوعی شکست و آشفتگی ذهنی رو تجربه کرد که بعد از اون هم ادامه یافت و باعث شد او خانه نشین بشه. با وجود اینکه بعدها بهبود یافت اما هرگز به سر کار برنگشت. نوعی میراث نامرئی از جنس شکست وجود داشت که مادرش به او منتقل کرده بود و نورا اون رو برای مدت طولانی نگه داشته بود. شاید به همین دلیل بود که خیلی چیزها رو رها کرده بود، چون در دی ان ای او اینطور ثبت شده بود که باید شکست بخوره. در حالی که کشتی از میان آبهای قطب شمال عبور می‌کرد و مرغان دریایی
که به گفته اینگرید کیتیواک‌های پاسیاه بودن بالای سرشون پرواز می‌کردن، نورا در اندیشه این موضوعات به سر می‌برد. در هر دو طرف خانواده او این باور ناگفته وجود داشت که زندگی قرار آدم رو به فلاکت برسونه. حتی جف پدر نورا هم به گونه‌ای زندگیش رو سپری کرده بود که به نظر می رسید هدفی رو دنبال نمی‌کنه. زیرا جف در 2 سالگی پدرش رو بر اثر حمله قلبی از دست داده بود و در نتیجه او تنها با مادرش بزرگ شده بود و به طرز ظالمانه‌ای در پشت اولین خاطرات خودش پنهان شده بود. مادر بزرگ پدری نورا در روستاهای ایرلند به دنیا آمده بود، اما به انگلستان مهاجرت کرده و نظافتچی مدرسه شد. او به زحمت میتونست پول کافی برای خورد و خوراک به دست بیاره، چه برسه به سرگرمی هایی که زمینه تفریح اونها رو فراهم کنه. جف در اوایل کودکی مورد آزار و اذیت بقیه قرار گرفته بود، اما بعد اونقدر بزرگ و درشت هیکل شد که به راحتی تونست قلدرها رو سر جای خودش بنشونه. او سخت کار کرد و موفق شد در فوتبال و پرتاب وزنه، به ویژه در راگبی مهارت پیدا کنه. او برای تیم جوانان بتفورد بازی کرد و بهترین بازیکن اونها شد. قبل از اینکه آسیب دیدگی رباط پاش او رو متوقف کنه، در لیگ برتر جای داشت. او سپس مربی ورزش مدرسه شد و خشم از کائنات در درونش می جوشید. همیشه آرزوی سفر داشت، اما برای محقق کردن آرزوش کاری نمی کرد به جز اخذ اشتراکی در مجله نشنال ژئوگرافی که به واسطه اون گهگاه سفری تفریحی به جزایر سیکلیتز داشت. نورا او رو در ناکسوس به یاد آورد که هنگام غروب خورشید از معبد آپولو عکس می گرفت. با این حال شاید همه زندگی ها همین بودن. شاید حتی زندگی هایی که به ظاهر پرهیجان یا ارزشمند به نظر می رسیدن نیز در نهایت مشابه به همین باشند. ترکیبی وسیع از ناامیدی و یک نواختی، درد و رنج و رقابت با جرقه هایی از شگفتی و زیبایی. شاید این تنها معنایی بود که قابل اهمیت بود مردم دنیا خودشون رو ببینن. شاید عدم موفقیت نبود که او و پدر و مادر و برادرش رو ناراضی کرده بود، بلکه در وهله اول توقع بیجایی بود که از او داشتند. حقیقتش او هیچ ایده‌ای در مورد هیچ کدوم از اونها نداشت، اما در اون کشتی متوجه چیزی شد. دریافت که پدر و مادرش رو بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در طول زندگیش دوست داره و در همون لحظه اونها رو کاملاً بخشید. 2 ساعت طول کشید تا به بندر کوچک لونگیرین برگردیم. اونجا شمالی ترین شهر نروژ و البته تمام جهان به شمار میاد که جمعیتی حدود 2000 نفر داره. نورا این اطلاعات رو در زندگی اصلی خودش داشت. به هر حال او از 11 سالگی مجذوب این بخش از جهان شده بود، اما دانش او از مندرجات داخل مقالات و مجلاتی که خونده بود فراتر نمیرفت و همین موضوع باعث میشد برای مکالماتش نگران باشه. اما بازگشت با کشتی بدون مشکل پیش رفت، چون ناتوانی او در بحث در مورد سنگ و یخ و نمونه‌های گیاهی که در طول مأموریت برداشته بودند یا ناتوانی درک عباراتی مثل بستر سنگی بازالت خدار و نیز ایزوتوپ‌های پس از یخبندان رو پای شوکه شدنش از برخورد با خرس قطبی گذاشته بودند. حقیقتا نورا به نوعی شوکه شده بود، اما این شوکی نبود که همکارانش تصور می‌کردند. شوکه شدنش به خاطر این نبود که تا پای مرگ رفته بود، چرا که او از همون زمانی که برای اولین بار وارد کتابخانه نیمه شب شد نزدیک به مرگ بود. نه، از این شوکه بود که احساس میکرد قراره در شرف زندگی باقی بمونه و یا حداقل میتونست تمایل به زنده موندن رو دوباره تصور کنه. او میخواست زندگی مفیدی داشته باشه. بر اساس نظریه دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی، برای کائنات زندگی یک انسان اهمیتی بیشتر از زندگی یک صدف خوراکی نداره، اما اگر به اون اندازه مهم بوده که دیوید هیوم به اون فکر کنه و دربارش مطلب بنویسه، پس شاید به اندازه‌ای نیز مهم هست که هدفش انجام کاری مفید باشه، مثلا برای کمک به حفظ حیات در تمام اشکال اون اقداماتی انجام بده. همونطور که نورا متوجه شد کار نورای این زندگی و همکاران دانشمندش به سرعت ذوب یخها
و یخچال‌های طبیعی در این منطقه مرتبط بود تا میزان شتاب تغییرات آب و هوایی رو بسنجند. البته جزئیات بیشتری هم داشت، اما اون چیزی که نورا میتونست از کل موضوع درک کنه همین بود. بنابراین در این زندگی او تمام تلاش خودش رو برای نجات سیاره انجام میداد، یا حداقل سهم تلاش خودش برای نظارت بر ویرانی مداوم سیاره به منظور آگاه کردن مردم از حقایق بحران زیست محیطی رو انجام بده. او تصور میکرد که این شغل پتانسیلش رو داره که افسرده کننده باشه، اما در عین حال یک کار خوب و در نهایت رضایت بخش بود. این شغل هدف و معنا داشت. خب دوستان عزیزم، خیلی خوشحال میشم که اگر کسی رو میشناسید که علاقمند به شنیدن کتاب هست، براش این کانال رو ارسال کنید. لطفاً لایک کنید و کامنت بذارید. متشکرم.